نداره. به این چیزاش دقت بکنید که ببینید این قلم منو میبینید. این قلم من خیلی سر بامزه‌ای داره. بچه‌ها به این سرای قلماتون دقت بکنید، هر کدومشون یه کاری میکنه. من الان اومدم اینجا و یه کمی از رنگی که داشتم تو بقیه قسمت ها چو اضافه کردم. یه خورده بیس تیره تر داره، یه خورده مشکی قاطیه این آب است بچه‌ها. خب خیلی پخش نمی کنم، نمیخوام که همه جا آب رنگی بشه. خب حالا میریم سراغ این قسمت. یه خود دستم خطا رفت ولی اصلا ایرادی نداره، چون این قسمت ها رو با جوهر پر میکنیم و درستش میکنیم. یعنی اصلا یه موقع خرابکاری هم کردین توی نقاشیتون خیلی ناراحتتون نکنه. یه تجربه است، یا اینکه میتونید با یه تکنیک دیگه مشکل حل بکنید. خیلی نباید ناراحتش بشین. خب خب من میخوام که این شیرگونیه خیلی تیره بشه. همینطور این قسمت ها میخوام یه مقداری رنگ هم پخش بشه. بنابراین روی این قسمت ها کم خیسی میذارم و بعدش شروع میکنم